سلام دوستان عزیز، در جای که هستین جور صحتمند و سرحال باشین. به یک ویدیوی دیگه ما خوش آمدین. امروز من میخوایم فلافل درست کنم و طرز تهیه هم با شما دوستای عزیز شریک بسازم. خوب من نخود شب تر کرده بودم با آب گرم و اینجا یک عدد پیاز، سیر و گشنی تازه را هم نزدیک دستم مانده، یک قاشق گشنیج خشک و یک قاشق مرچ سرخ. خوب امین نخودی که ما تر کردیم میره میخوایم از ماشین بکشم و اگر میخواین که نخود راحت از ماشین برایه شب تر کنین. به این شکل بسیار راحت از ماشین میبرایه و کم نرمم هم شده، به او خاطر راحت تر از ماشین میبرایه. و دیگه ما به خاطر پیاز و سیر اضافه میکنم چون نخود خودش یه خامبویی داره. وقتی که پیاز و سیر اضافه کنیم همین بوی نخود هم از بین میره و طعم خوبم هم به خود میگیره. خوب ما حالا پیاز و سیر هم از ماشین میکشم و بعض دوستا دوست دارن داخل فلافل تخم اضافه میکنن، نمیخواین فلافلشان پاش شود داخل روغن، به خاطر اضافه میکنن. اما ما به این شکل که پیش رفتیم شما پیش برین، فلافل خود داخل روغن پاش نمیکنه. و اینجا میبینید تمام موادم از ماشین کشیدم، بالاش یک قاشق مرچ سرخ، نمک، گشنیج خشک و مساله دلخواستک بر اندازه که دوست دارین شما میتونین اضافه کنین و اگر دوست دارین تند نوش جان کنین میتونین مرچ تازه هم اضافه کنین. و تمام مواد ما میخوایم اول تمامش با هم مخلوط کنم. خوب من مواد تمامش مخلوط کردم و به این شکل تمام فلافل درست کردیم. میخوایم سرخ کنم و قسمی که میبینین روغنم از زیاد سرخ نکردیم چون نمیخوایم داخل فلافل خام بانه و بیرونش بسوزه. باید بسیار بر حرارت کم پخته شوه و شکل فلافل و دیزاینش به دست خودتان است، بر اندازه و شکل که دوست دارین میتونین درست کنین و ما به این شکل درست کردیم. و قسمی که میبینین بسیار بر حرارت کم میره پخته میخوایم کنم. خوب تمام فلافل سرخ شد به این شکل و داخل روغن دیدین که خودش پاش نکرده. و قسمی که میبینین اینجا ما دو نوع سس درست کردیم، یکیش چتنی است که از سیر و مرچ تازه و ماست درست کردیم و سس سفید که میبینین ایرم از کنجد درست کردیم. کنجد داخل داش ماندم کم سرخ شد، با لیمو و سیر و روغن زیتون از میکسر کشیدیم و به این شکل یک سس درست شده. بسیار یک سس خوشمزه است، اگر دوست داشتین میتونین درست کنین با سالاد و همین سس میل کنین. و اگر از ویدیو خوشتان آمده باشد لایک و سابسکرایب فراموش تا نشد. تا ویدیوی بعدی همگی شما را به خداوند یکتا و منان مسپارم. شاد و موفق و کامگار باشید.